چالش کسب درآمد از خیاطی با هزینه کم. روز اول هدبند. به 2 مستطیل 18x40 و 8x30 نیاز داریم. محل مشخص شده رو دوخته انجام میدیم. درزای مشخص شده نیاز به اتوکاری داره، هم برای نوار کوچیک و هم برای نوار بزرگ. نوارها رو برمیگردونیم و یک دور از رو هم اتوکاری رو انجام میدیم. نیاز به یک کش 2 سانتی به ارتفاع 18 سانت داریم. کش رو از داخل نوار باریکتر رد میکنیم و 2 طرفش رو بست میزنیم، دقیقاً مثل تصویر. وسط نوار بزرگ رو مشخص میکنیم، کار رو روش میذاریم و به 2 طرف روی نوار کوچیک‌تر میاریم، دقیقاً مثل تصویر. و دوخته انجام میدیم. بعد از دوخته شدن نوار رو برمیگردونیم و ما الان یه هدبند داریم، اونم با کمترین پارچه.